السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک شخصی نزدیک دارم که او زنش را طلاق کرده است و با ما همدیگر مصلحت کرده تا طلاق مرا هیچ کس نفهمد. گفته با همدیگر زندگی دارند و بعد از طلاق از آنها پسر بچه به دنیا آمد. از شما خواهش میکنم که به این سوال جواب درست دهید که تا اینکه با واسطه دیگر شخص من جواب این سوال را به اون انسان برسانم. خاک و پنهان، خدا در قرآن میگوید ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. شما چه پنهان عمل چه عملی را در پنهانی انجام میتین، چه عملی را در آشکارا انجام میتین، از همه این خدای شما با خبر است. پنهانش کرده است. مثال با زن طلاق کرده شده که زندگی میکند، زندگی و البته حلال نیست. اون فرزندی که به دنیا آمد است، او فرزند الک ولد زنا هست. اون بیچاره الک یک داغ در وجود او جایگیر شد. این کارها آینده آشکار می شوند و همون فرزند بیچاره که هیچ گناه ندارد زیر ملامت رفیقاش گرفتار می شود. برای همین بهترین صورتش همین است که این پنهان کن در کار نیست، بلکه در مفتیات رفته عریضه کردن در کار، مراجعت کردن در کار. راهاش باشد مرحمت، راهاش نباشد باز یگان توصیه دیگر همون صاحب فتوا هستن به شما توصیه میکنند. به پول هجومت در شهر مسکو شرکت شفافرما به شما پیشنهاد میکنند همچنین داروهای گیاهی برای پروستاتیت، قوی نمودن مردانگی، دراز نمودن مهلت همخوابگی، برای قد را بلند کردن، برای موی سر و ریش برآوردن، برای فربه یا خراب شدن، برای معده، گرده، پسریازم و ویتیلیگو را نیز پیشنهاد مینمایند. باوری ندارید، خودی حاضر به نمرهای در روی اکران بوده زنگ زنید. شفافرما در خدمت شما. و الصلاة و السلام علی رسول الله. اولا همه شما را، پدرای عزتمند، برادرای مهربان، به این روز سید الایام تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با شما دعا میکنیم اللهم طهر قلوبنا واستر عیوبنا واشفی مرضانا. پروردگارا دلهای ما را از کینه و از حسد خالی بگردان. پروردگارا عیبهای ما را در دنیا و در آخرت پرده پوش بگردان. پروردگارا بیماری های ما را شفای کامل، شفای عاجل نصیب بگردان. و خدایا برادرایی که امروز از تنگی زندگی قرضدار شدند، خدایا قرضهای آنها را کنده بگردان. و خدایا این جمعیت ما که از راههای دور و نزدیک به این خانه تو آمدند، عبادتهاشون خدایا به درگاهت مقبول بگردان. مرادها و مطلبهای نیکی که در دل دارند خدایا برآورده خیر بگردان. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. چگونه ای که جمعه پیشین که موعظه های ما و شما پیوسته به حیات حضرت ابراهیم وابسته بود، شکر الهی که مختصرا که خبر داده باشیم، یعنی آگاه شدیم. و چندین جمعه که سوالهای خیلی زیاد در نزد ما ارسال شده است، میخواهیم که البته جواب آنها را به شما بگردانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل
فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظیم. این آیتی که تلاوت کردیم از پاره 30 قرآن است که عبارت از 5 آیت است و در مکه مکرمه به اتفاق جمیع مفسران نازل شده است. و آغاز سخنم ما از این سوره مبارکه فیل به نام فیل مشهور است آغاز کردیم، زیرا نزد من یک مکتوبی هست که یک برادر 4 بار شد که از ما تکلیف دارد یکی سوره مسد، یکی سوره همین فیل را برای ما تحلیل کنید. البته مادامی که وقت ما و شما قلیل است، من مختصراً به این سوره که الحال خواندم به شما قصه میکنم که چرا این سوره به نام فیل مشهور شد. پادشاه حبش نجاشی بود که در یمن یک والی را انتخاب کرد، یک سردار را در یمن انتخاب کرد به نام ابرهه ابن صباح اشرم. این ابرهه در دین نصرانیت بود و بسیار میل داشت که مکه مکرمه را تصرف کند و در زیر فرمان خود قرار دهد و شام را هم در زیر تصرف خود قرار دهد و خیلی عسکری کلان هم داشت و روز به روز نگاه میکرد که تمام مردم حاجی‌ها به سوی مکه مکرمه سفر میکنند، خانه کعبه را رفته زیارت میکنند. در دل این ابرهه یک رشک و حسد زیاد پیدا شد که چرا مردم به سوی مکه مکرمه به یک خانه‌ای که از سنگ عبارت است میروند و را زیارت میکنند. من از این خانه دیده زیباترش تیار میکنم و در شهر یمن یک کلیسای تیار کرد. مفسرای قرآن میگویند که بسیار سنگ‌های قیمت بها داشت و تمام مردم را دعوت کرد که مرحمت عبادتگاه از امروز اعتباراً در شهر یمن. چی میداند که این فرمان خداست؟ چی میداند که در این خانه کعبه چی حکمت است؟ وقتی مردم دعوت میکرد هیچ مردم میل به سوی کلیسای او نداشتند و در پیش خود یک قصد گذاشت که اگر خانه کعبه را ویران کنم هر آینه مردم به سوی کلیسا و سوی این خانه که من بنیاد کردم به سوی این رجوع میکنند و باید که با این نیت خود برسد. چیکار کرد؟ 60,000 عسکر جمع کرد با همراهی 13 فیل که سردار این فیلها به نام محمود نام داشت. این فیلها به اصطلاح امروزه گوییم همین چگونه که تانک ها امروز خانه ها را خراب میکنند، راه ها را خراب میکنند، این فیلها مثل همین تانک ها بودند که وقتی که سردارهای اونها امر میکرد که فلان جا را پایمال کن، این فیل او را اطاعت میکرد. ابرهه 13 فیل دیگر را پیش و 60,000 عسکر از پس به مکه مکرمه سفر کردند. وقتی که به یکی از قشلاق‌های نزدیک مکه مکرمه رسید، در حال نگاه کرد چوپان‌ها همه مال‌های مردم مکه را وانی می‌کردند. مال‌ها را همه را در زیر تصرف خود درآورد و یک نماینده را ابرهه به مکه مکرمه روان کرد که اشراف مکه را، سردار مکه را نزد من دعوت کنید. و در اون زمانها میگه در مکه مکرمه سردار عربها این بابای پیغمبر عبدالمطلب بود که در وقتی که امین ابراهیم میگه اطراف همون مکه را اشغال کرده بود و مالها را در زیر تصرف در آورده بود، 200 اشتر امین عبدالمطلب را هم در زیر تصرف خود در آورد که چوپان عبدالمطلب با عبدالمطلب خبر داد که ابرهه مالهای ترا، گوسفندها و شترهای ترا
از خود کرد. آمد نماینده ابرهه نزد این عبدالمطلب و از عسکر و از نیت ابرهه به عبدالمطلب خبر دادند. عبدالمطلب گفت من قوت جنگ با ابرهه ندارم و ما یک مردم خیلی کوچکی هستیم و هر کاری که میخواهد کردن گیرد، زیرا که ما دیگر توانایی و قدرت در ما وجود ندارد. و او را طلب کردن که نزد ابرهه میریم. آمد میگد به نزد ابرهه. مختصرا قصه را من برای شما میرسانم، زیرا سوالها را جواب گفتن در کار. وقتی ابرهه آمد میگد نگاه کردم خیلی یک جوانی با تنومندی بود ابرهه و بسیار صاحب کلاه و صاحب تخت و میگد از عبدالمطلب پرسید چی میگویی؟ گفت من نیت کشتن مردم مکه ندارم، بلکه فقط نیت من این است که همین خانه کعبه را ویران کنم. عبدالمطلب گفت من گفت با تو یک نیاز دارم، یک سخنی دارم. گفت چی سخن داری؟ گفت نفرهای تو گفت 200 اشتر مرا گرفتند، من از تو طلب دارم که همان 200 اشتر مرا پس بگردان. ابرهه گفت عجیب مردی بدهی، من خانه را ویران میکنم که دین بابا و پدر توست، عبادتگاه توست، تو باشی از اشتر سوال میکنی. عبدالمطلب بابای پیغمبر چی گفت؟ او قسم به خدای همان خانه کعبه که من صاحب اشتر هستم، این کعبه به خودش صاحب دارد. اگر بخواهد خانه خودش پاسبانی کند، اگر بخواهد خانه خودش از دست تو نجات دهد. من به سر اشتر خود آمدم. ابرهه حیرت دماندند و ابرهه میگد این عبدالمطلب خبر داد که من باوری دارم که خداوند تو را نمیگذارد که خانه این خلیل خودش ابراهیم را تو ویران کنی. و عبدالمطلب پس گشته آمدند، مردم مکه را دعوت کردند صحبت دگب نزنید. وقتی که آمد مکه نزد خانه کعبه، قبیلش فریاد کرد و گفت که امروز ابرهه بیرون مکه قرار دارد با 60,000 عسکر و 13 فیل آمدگی باید که خانه کعبه را ویران کنند. همگی نزد خانه کعبه می رویم و از خدای خود زاره و تولا میکنیم که خداوند مدد کند که این خانه کعبه را این دشمن دین، این دشمن خانه کعبه ویران نکند. یک جای آمدن میگد دست در همون دروازه های کعبه زدند، گریه و تولا و زاری کردند که خدایا صاحب این خانه خودت هستی، این خانه را نگذار که این ابرهه ویران کند. یک جای دعا کردند میگه و همگی به سوی کوه بر آمدند و گفتند که ما زیر پای این عسکرهای ابرهه قرار نگیریم. بالای کوه بر آمدند و فرمان شد به ابرهه که هجوم به سوی خانه کعبه. نزدیک آمدند، به ناگاه همون فیلی که پیش میرفت به نام محمود بود، همین نزدیکی خانه کعبه در رسیدند میگد که زانوهای خودش قطع کرد که در زمین نشست. خداوند حیوان ادراک داد. حیوان میفهمد لیکن انسان نمیفهمد. همون محمود همون فیلی برجسته به زانوها زد، میگد دیگر هر چی که قمچین کاریش میکنن از جای خود نمیخیزد. وقتی وی را از جاش میخیزانند یعنی چهره او فیل به طرف پس میگردانند، میگد به سوی پس میدود لیکن به سوی خانه کعبه دیگر حرکت نمیکند. همین زمان بود میگد عبدالمطلب که از بالا نگاه کردیم یک طریق همین پرنده های سیاهی که در اون ملک ما وجود نداشت، میگد همونها در آسمان یکی سیاهی پیدا شد. مفسرای قرآن میگویند که هر کدام این 3 سنگ داشت، 2 سنگ در پاها، 1 سنگ در همون نول خودشان داشتند و در هر یک سنگ نام عسکر ابرهه نویسانده بود که اینها را خداوند در قرآن چی میگوید؟ میگوید
ترمیهم بحجارة من سجیل. اینا سجیل بودن، میگد این لایه بود که در پایهای همین پرنده ها که در دوزخ پخته شده بودن و هر کدام اینها بی نهایت گرمی بود که وقتی که عبدالمطلب میگد این پرنده ها را ما دیدیم بالای این عسکر ابرهه قرار گرفت و از هوا میگد مثل که سمالیات همان بمبه های خودش میپرتاید، میگه حواله میکرد، هر یک تیر به نشان خودش به صاحب خودش میرسید. زمانی که میگه میرسید همون زمان نگاه میکردیم که هر یک عضو جدا جدا میشدن و گوشت ها میگه از بدن چکار میکرد، جدا میشد. این حالت دیدیم، همگی به سوی خدای خود چکار کردیم، به سوی خدای خود گشتیم و گفتیم که خدای تو قادر هستی، تو توانا هستی. این الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ای محمد آیا ندیدی و ندانستی که خدای تو با این عسکر فیل ها چی معامله کرد؟ اینا میگد مفسرای قرآن میگد که روز تولد پیغمبر بود، اینم یک معجزه پیغمبر بود. همین واقعه 40 سال پیش از بعثت پیغمبر بود، یعنی روز تولدش ابرهه به مکه مکرمه چیکار کرده بود؟ هجوم کرده بود. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا ندیدی محمد که ما این دام و این حیله و این نیرنگی که آنها کشیده بودند آنها را ما برباد دادیم. الم یجعل کیدهم فی تضلیل ترمیهم بحجارة من سجیل، اینها را ما سنگباران کردیم با سنگهای سجیل. فجعلهم کعصف مأکول، بس گردانیدیم اینها را. عصف گفته چی را میگن؟ کاهی که خایده شده است. مفسران میگن که وقتی که حیوان نخشار میکند و از لبهاش همون خوراک خایدگیش میغلطد، همین عسکر ابرهه را خداوند به همون کاهایی که خایده شده بود به همون مبدل گردانید. البته خدای ما و شما به همه قادر است. وقتی که اگر اذیت مسلمان از حد که گذشت، خدای مهربان به داد مسلمان میرسد. هر که با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. البته هر کسی که به مقابل این شمع با این اسلام با این قرآن میخواهد که مبارزه برد، البته شمع او دائم در گران نیست. چراغ ظلم ظالم تا دم مردن نمی سوزد، چراغ ظلم ظالم تا دم مردن نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد. این ظالم قاعدش همین است، حجومش یک روز نصرت دارد، 2 روز 3 روز، عاقبت البته به البته در چای کندگیش این دشمن خودش گرفتار میشه. و در اینجا برادر باز از ما سوال کردن که درباره قصه های حضرت ابو حنیفه حکایت کنیم. انشاءالله اینم در اراده ما هست که درباره حضرت ابو حنیفه نعمان ابن ثابت که همه ما و شما الحمدلله پیرو مذهب ابو حنیفه هستیم و هزارها بار شکر به سوی خدا هم میکنیم که چنین امام پاک و پاکتینت را ما صاحب شدیم. از این خاطر در باب این حضرت هم یک روز اختیار میکنیم، گپ میزنیم. لیکن از همه شما دادرای عزیز، پدرای مهربان خواهش میکنم که در مذهب ابو حنیفه خیلی هوشیار باشیم. مذهبی هست که دنیای را اعتبار میکنه، اکثریت دنیای عالم همه پیرو مذهب ابو حنیفه هستند. مذهبی هست که هیچ خلل و هیچ خطای در او وجود ندارد. همه شما را باوری میکنم آن چیزی که ما و شما از مسئله های کدام مسئله ای که نباشد، از عبادت است غیر عبادت است، ما و شما رفتار میکنیم، همه اینها 100% حق هستند، هیچ جای غلطی ندارد. بعضی از برادرای ما و شما میگویند بعضی حدیث هایی که ابو حنیفه انتخاب کردن ضعیف هستند. خود همون برادرها چون ضعیف هستند، ابو حنیفه هیچ وقت ضعیف نیست. اگر یک عادی ترین ذره عبادت ابو حنیفه را ما و شما به جا بیاریم، باور که به سوی خدا باید شکر کردن در کار. حضرتان نه حلقی حرام داشتن، نه شکم حرام داشتن، نه مثل ما و شما 3 بار در یک روز خدایی میخوردن، بلکه همه وقت در روی عبادت بودن، دائما در یاد خدا بودن.
السلام علیکم داملای محترم، درود و رحمت خدا بر شما باد. من از 35 کیلومتر راه دور به این مسجد شما می آیم و شما را بسیار دوست می دارم. یک سوال دارم. میگویند که کور دشمن خداست و کر دوست خداست. آیا اینها را خدا خودش کور و کر نکرده است؟ البته در مقال ما و شما هست که کور دشمن خداست و کر دوست خداست، لیکن این را ما و شما میتونیم از سوره انفال خدا میگه استعیذ بالله ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدرستی این که بدترین شما، بدترین جنبنده در روی زمین کیست؟ کوران و کران و گنگان هستند. کورها، گنگها، کران، اینها دشمن خدا هستند. حتی در سوره دیگر چی میگه؟ در سوره اعراف آیت 179 میگوید اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کورها، این گنگها، این کران از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا طایفه غافل ها هستند. لکن مقصد از این کور و کر و گنگی که در بین ما و شما زندگی میکنن اینها نیستند. کوران کسانی هستند که حقیقت را میبینن و پیرو نمیشوند. گنگها کسانی هستند که حقیقت را میدانن و نمیگویند. کران کسانی هستند که موعظه برای آنها شنیدن خیلی مشکل است. گپ حق را شنیدن نمیخواهند. اینا کران هستند. هر کسی که اگر یک عمل ناسواب میبیند، چگونه پیغمبر گفتند اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. کدام شما اگر یک کار نامشروع را میبینید، یک کار ناسواب را میبینید، در خاندانتان مثال میبینید یک کارهای حرام در بالای دسترخوانها چیزای حرام که میبینید، با دستهاتون تغییر بدین، این زمان شما بینا هستید. شما این زمان کور نیستید. وقتی شما چیز حرام میبینید، کار حرام میبینید، لکن چشم میپشین میگین این خیر، خودش جوابش میگوید، این حالت در شما کوران هستید. یا اینکه شنیدن امر معروف و نهی منکر برای بعضی از برادرها اگر دل خراش باشند، اونا کران هستند. و اگر بعض انسانهایی که حقیقت نمیگویند اونها گنگها هستند. اینا را خدا چی گفت؟ اولئک کالانعام، اینها حیوان هستند. بل هم اضلوا، حیوان هم خوبتر است. گفت خدا از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا کرها و گنگها و کوران، مطلب از این است، نه این کورهای مادرزاد و نه این که به سبب بیماری ما و شما کر میشیم، گنگ میشیم و دیگر کسلات مبتلا میشیم. اینها در نزد خدا هیچ دشمنی هم ندارن. اینا برعکس در نزد خدا اگر عابد باشن، عبادت کننده باشن، ثوابهای جزیل صاحب میگردن. السلام علیکم داملا که فخر ما هستی. درباره آدمهایی که دلآزار هستند سخنهای سخت و درشت میگویند. بسیارتر سخن گویید. آیا اسلام چی میگوید؟ اسلام ما و شما، پیغمبر خدا حدیث هایی که ترمذی روایت کردند که از نام ابو هریره هست، میگوید اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم. مکمل ترین شما از روی ایمان کیست؟ همان کسی که فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، رفتار خوب دارد. اینا گفتن پیغمبر خدا بهترین شما در بین شما به حساب می رود. نه آدمی که زبان درشت دارد، نه آدمی که دلآزار است. در دیگر حدیث که راوی اینم ابو هریره است، پیغمبر خدا میگوید ان المؤمن لا یدرک بحسن خلق درجه الصائم القائم. کسی که اگر فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، در نزد خداوند هر روز نویسانده می شود. اجر کی را، ثواب کی را؟ کسی که روز روزدار است و شب تا به روز نماز میخواند. کسی که روز روزدار و شب تا به روز نماز میخواند، چند قدر ثواب او
نائل می‌گردد. انا همون مقدار ثواب خداوند در نامه اعمال آن انسانی که فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، خداوند کتابت میکند. هر کس که دلی بنده ناشاد کند، شاعر میگوید، هر کس که دلی بنده ناشاد کند، جبر و ستم و جفا و بیداد کند. اگر آدمی که دل یک برادر ناشاد میکند، جبر میکند، جفا میکند، اینا را شاعر مکافات چی گفتند؟ در حالت مرگ و وقتی جان کندن خود، با درد و عذاب داد و فریاد کند. کسی که حالت مرگ می آید بالاش، حالت درد بالاش می آید، این روزهایی که برای آزار مردم جدا کرده بود، این ساعت و این روزها را در نزد خدا جواب می گوید، داد می گوید، فریاد می زند. درد او باز چند می شود؟ دو چند و سه چند باز زیادتر می گردد. کسی که در دنیا اگر یعنی همین فعل دلازاری را داشته باشد، سعدی میگوید دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل گذرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است. اون کعبه را حضرت ابراهیم تیار کردند، لیکن دل گذرگاه جلیل اکبر است. این دل جای نشستگاه خدای ما و شماست. دل انسانها را باید ما و شما به دست بگیریم، کاری کنیم تا حد امکان. باید که بسیاری دشنامه ها و دیگر قباحت ما و شما تحمل کنیم، در حال غضبناک نشیم، در حال جواب او را نگردانیم. زیرا پیغمبر خدا گفتند بدترین شما کسی هست که تیز غضبناک می شود و دیر غضبش می رود. این بدترین شما هستید.